درود دوستان، امروز میخوام برای شما برای هر ماه تولد نیت بگیرم. متولدین فروردین اولین نیتشون رو انجام بدن. خب متولدین فروردین نیت اولتون میتونم بهتون بگم که منتظر هستین، منتظر جابجایی اگه هستین، یا اگر منتظر این هستین که کسی برای شما خبری بیاد، حتما این خبر به شما میرسه و مثل ایمیل و مثل چیزی که باید الکترونیکی باشه دیگه، جز ایمیل چیز دیگه نمیتونه باشه، براتون میاد و تا 4 هفته دیگه منتظرش باشین. نیت دوم، خب نیت دوم شما همین که حتما انجام میشه، زمان میبره، زمانش تا 3-4 زمان دیگه هستش و اینکه فقط مواظب باشین که اگه توی نیتتون خانومی رو عصبانی بکنید کل نیتتون به مشکل برمیخوره. خب میریم برای بچه های اردیبهشت. خب اردیبهشتی های عزیز، نیتتون رو انجام بدین. نیت شماره 1. خب اردیبهشتی ها میبینم که همطور که همیشه پول دوست دارین، بازم براتون پول اومده، اما یکم زمان میبره تا پول دستتون بیاد اگه نیت پولی کردین، ولی اگه نیت سندی یا چیزی کردین بهتون حتما میرسه و این خانومی هم داره به شما کمک میکنه و منتظرش باشین تا 10 هفته دیگه نیتتون انجام میشه. خب میریم به سراغ خردادیای عزیز. خب برای اردیبهشتی یکی دیگه هم باید بگیریم. میریم برای اردیبهشتی یه نیت دیگه هم میگیریم، ببینیم اردیبهشتی ها نیت دومشون چیه. خب اردیبهشتی ها نیت دومتون یه ذره به مشکل برخورده و فکر میکنم باید صبر کنید، صبور باشید. یک آقایی که تو اسمش اویاواب داره تا 2 هفته دیگه خبر از یک چیزی به شما میده، مثلا یک وکیله که خبر از جدایی میده، مثلا یک وکیله که خبر از خراب شدن چیزی میده و آباد شدن یک راهی رو به شما میده و این خیلی عالیه برای شما. خب خردادیای عزیز که خب عجله داشتیم براتون بگیریم، میریم سر نیت اول. نیت کنید. خب خردادیای عزیز، نیتی که شما کردید عالیه، یعنی برای شما راهتون خیلی بازه. اول یه ذره صبر کردین، دیدین نشد، دوباره تلاش کردین، 3 بار تلاش کردین، بله براتون عالیه. تا یک وعده دیگه این عالی براتون پیش میاد. خب میریم سر نیت دومتون، ببینیم نیت دوم شما خردادیا چی هست. نیت دوم خردادیای دوم، خب بله خردادیا، شما اگه منتظر کار هستین براتون کار پیدا میشه و این خانمی هم به شما کمک میکنه. یک معجزه‌ای هم در رابطه با نیت دارین که زود برای شما میاد. میریم برای تابستونیا و با بچه های تیر شروع میکنیم. تیر ماهیا نیت اول. تیر ماهیا خیلی براتون خوبه، اگه کاپل هستین، زن شوهر هستین، حتما داره براتون انجام میشه. ولی اگه برادر خواهر هستین، دوتایی با همدیگه وارد یک راه جدید میشید، انگار که مثلا دوتایی با همدیگه میرین توی شرکت، مثلا وارد یک راه جدیدی میشین. تا 5 هفته دیگه، تا 5 ماه دیگه، یا تا 5 وعده دیگه براتون داره میاد و اینکه شما از اینکه دارین این افتخار رو کسب میکنی، آقای دیگه ای که تو اسمش میم داره خیلی خوشحال خواهد شد. خب میریم به نیت دوم بچه های تیر ماهیا. همیشه خانواده دوست، یه مقداری برای خانواده اگه مشکل پیش بیاد نگران میشن. خب تیر ماهیای عزیز، سکوت کنید که اگه زیاد از حد بخواید در مورد یک مسئله سر صدا کنید به ضررتون تموم میشه. سکوت کنید، به وقتش داره انجام میشه، روی عدد مرداد تموم بشه بعدا. خب من یه نیت دیگه بعد بگیرم برای بچه های تیر ماهیا، ببینم چه نیتی میتونم براتون بکنم. خب تیر ماهیا ببینید،
نیتی که برای شما اینجا افتاده داره نشون میده که این نیت شما یک مقدار جابجایی احتیاج داره. باید حرکت کنید. یا اینکه اگه قراره از جایی به جایی برید جابجا میشید و انجام میشه. پول عدد 10 هم براش هست. خیلی هم عالی. خب میریم برای بچهای مرداد ماهیا. نیت اولتون عالی. 2 هفته دیگه براتون داره خبری از یک جایی میرسه که انگار مربوط به یک مسئله‌ای بوده که خیلی وقت فکرتون رو مشغول کرده. حتما میاد. موفق خواهید شد. در کنار یک خانم و آقایی شما دارید بال و پر میگیرید. خب میریم مرداد ماهیا. دوباره یه نیتی دیگه هم براتون بگیرم ببینم که شما چی کار قرار بکنید. نیت بعدیتون. خب مرداد ماهیا ببینید شما یه سندی رو طولش دادین امضا کردین، دارین به مشکل برمیخورید. بدوید برید سندتون رو امضا کنید که به مشکل بر نخورید و تا در زمان دیگه اگه این سند رو امضا نکنید به مشکل برخورید. خب شهریوریا ببینم چطورن. شهریوریا نیت اولتون. شهریوریا اگه به کسی قهرید برید آشتی کنید. معجزه دارید. اگر منتظری هستی که کسی بهتون پیام بده برید آشتی کنید، نمیده پیام. اگر بده دیر میده. برید باش آشتی کنید یا برید کاری رو که میخواید انجام بدید. معجزه دارید تا یک وعده دیگه برای شما نور الهی تو کارتون روشن میشه. خب میریم برای نیت دومتون. ببینید شهریوریا شما دل میکنید برای کاری که باید انجام میدادید خیلی وقت. 2 نفر میخوان کمکتون کنن. بلند شید و سریع این کار رو انجام بدید. 100% به نفع شما خواهد بود. میریم برای پاییز. فصل مورد علاقه من. خب پاییزیای عزیز، مهرماهیا، ببینم نیت اولتون انجام بدید. نیت اول میریم برای نیت. خب ببینید از راه دور، نگران راه دور هستید، منتظر راه دور هستید یا قهرید. راه دور براتون خوب نیست، همچنان قهر میمونید، ولی 2 هفته دیگه راهتون داره باز میشه. زندگی داره میاد انگار براتون یک سورپرایز جدید خوب بیاره و تا 2 هفته دیگه این نیتی که کردید براتون انجام میشه. مهرماهیا نیت دوم. مهرماهیای عزیز ببینم که شما نیت دومتون. ببینید مهرماهیا اگه منتظر برگشت آقایی هستید که توی اسمش کی یا جیم چه هخه داره، منتظر برگشتش نباشید. برید به کار زندگی خودتون ادامه بدید. ایشون بر نمیگرده. برید به کار خودتون، زندگی خودتون بچسبید که تا 8 وعده دیگه تکلیفتون روشن میشه. اگه دوست دارید به کسی برید تو رابطه نمیرید. آب ماهیا ببینم که ماهیا در کنار خانواده اگر اتفاقی براتون افتاده 2 دل هستید، از 2 دلی در خواهید اومد و زندگی برای شما روشن خواهد شد. این نیت اولتونه و شما یک امضایی هم دارید. خب میریم سراغ نیت دوم شما ماهیا. آبا ماهیا ببینم که نیت دومتون چیه؟ ماهی اگه میخوای ماشین بخری، ماشین عوض کنی، ماشین بفروشی، هر چیزی که رابطه با موتور یه چیز موتوری هستش، نکنید این کارو. اگه میخوای برید مسافرت، برید زودتر برید که مسافرت خیلی براتون خوبه. میریم برای آذر ماهیای عزیز. آذر ماهی خوشحالی داری از یک آقایی که توی اسمش یه داره. برات خوبی میبینم، برات رو شروع میبینم. یک خانومی داره اینجا پوچ میشه، یک خانومی که تو واقعا رو اعصابته داره پوچ میشه و نیتی که کردی تا 3 زمان دیگه منتظر این باش که پول خوبی برات به دست بیاره. خب نیت دوم آذر ماهیا.
آذر ماهی نیت دوم. خب آذر ماهی رو نیت دوم شمعت خاموش شد. معنیش اینه که خیلی گرد و خاک نکن. آروم باش. آروم باش آذر ماهی. کارات داره پیش میره. یه ذره دو دل هستی در رابطه با کاری که میخوای انجام بدی و نیتی که کردی، ولی معجزه داری، سند داری. آروم باش. فکر کن با طمأنینه کارت داره انجام میشه. میریم سراغ دی ماهی. دی ماهی ببینم چه خبره. دی ماهی یکی که همش دورت داره غر میزنه. غر 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 غرو. ای داره غر میزنه به هر چیزی، به در و دیوار و پیکر و خونه و همه چی. نگران نباش، اونم درست میشه. دورش داره تموم میشه. نیتی که کردی داره انجام میشه. یه ذره شک داری. ولی رو شکت بلا تکلیفی. نمیدونی این کار یا اون کار، این یا اون، ولی در نهایت تا 9 هفته دیگه برات انجام میشه. برای دی ماهی یه دونه نیت دیگه هم بگیریم. خب ببینم دی ماهی دیگه چه خبره. نیتی که کردی دی ماهی، قهر اینا نداریم با کسی. نباید قهر کنی. باید قهر رو بذاری کنار. خب نیتی که کردی داره برات انجام میشه، ولی باید صبر کنی. صبر کن که یک دفعه شادی برات بیاد تا 10 هفته دیگه. میریم سراغ بهمن ماهیا. بهمن ماهیا، من میخوام براتون خودم این دفعه نیت کنم. یه جایزه هم بهتون بدم. میخوام ببینم کار بهمن ماهیا چی میشه. شغلشون. بهمن ماهیا، شما امضای سند داری. امضای سند داری از پوچی در میای. چیزی که فکر میکنی پوچ شده از پوچی در میای. حالا میریم دوتا دیگه. چون برای بهمن ماهیا یکی خودم سورپرایزی گرفتم. میریم برای نیت اول بهمن ماهیا. ببینم بهمن ماهیا چه نیتی دارن، نیتشون چطوره. ببینم نیتتون هرچی که هست داریم به آدما به مشکل برمیخورید. صبور باشید. آدما برای شما مانعتون دارن ایجاد میکنن، اما سرنوشت شما این نیست که همیشه مانع جلوی شما باشه. شما 6 وعده دیگه یا 26 روز دیگه برگه رو دارید امضا میکنید که خیلی خوشحال میشید. میریم برای نیت سوم بهمن ماهی. بهمن ماهی نیت بعدید که بهت اشانتیون یه دونه اضافه دادم. خب بهمن ماهی، اگر شما در کنار جمعی قرار گرفتید و حسابی بلبلی کردید، نیتی که شما دارید داره انجام میشه تا 7 وعده دیگه. براتون خیلی خوشحالی داره. و میریم سراغ آخرین ماه که بچهای اسفند هستن. بچهای اسفند، ببینم شما چطورید. خب اسفندیا، نیت اولتون بله حتما انجام میشه. پول عدد 6 هم که باید خرجش کنین خرجش میکنین. اسفند ماهیا، در مورد کارتون یه ذره دو دلید، ولی اوکی میشه. نگران نباشید. تا 5 وعده دیگه یا 9 وعده دیگه کارتون داره اوکی میشه. خب اسفند ماهیا، این یه دونه نیت دیگه براتون میگیرم. ببینم چطور اوضاعتون. نیت کنید. خب ببینید اسفند ماهی، شما باید با آقایی که تو اسمش ه دو چشم داره صحبت کنید که مشکل رو حل کنید. چون اگه صحبت نکنید، مشکل حل نکنید، همچنان مشکلتون میمونه، ولی در نهایت به موفقیت میرسید. تا 3 هفته دیگه میریم یه نیت کامل برای همه ماها انجام میدیم. ببینم چه نیتی دارید. همتون یه نیت انجام بدید تو دلتون. بگید خدا زندگی منو مشخص کن به خیر. میریم برای همه. خب ببینید، هر نیتی کردید، اگر میخواید جفت بشید جفت میشید. اگر مانع عروسی دارید، انگار مثلا میخواید عروسی بگیرید، عروسیتون مانعش برطرف میشه. اگر شادیتون، کارتون، خریدتون، به هر چیتون که به مشکل برخورده، 2 وعده دیگه، 2 وعده خیلی نزدیک براتون حل میشه. یه نیت آخرم میخوام بگیرم برای همه اونایی که قرار مهاجرت کنن. ببینیم 6 ماه اول مهاجرتش چجوریه. آیا مهاجرت میکنن اونایی که تو 6 ماه اولن؟ بله، اونایی که مهاجرت دارن تو 6 ماه اول دنیا آمدن، 10 ماه دیگه یا 11 ماه دیگه مقصدی که میخوان هستن.
6 ماه دوم مهاجرتی ها ببینیم چطوره. 6 ماه دومی ها خیلی زودتر حرکت میکنن. یه 5 هفته دیگه بدو دارن، اما اونایی که اپلای کردن یا کار کردن کارش رو زودتر انجام دادن تا این زمانی که من دارم فال میگیرم 2 بعده دیگه خبر خوش برشون میاد. خب دوستان، فال امروز ما تمام شد. ازتون میخوام که اگه دوست دارین کانال منو سابسکرایب کنین، اگه نیتی دارین تو کامنت بنویسین، براتون حتما جواب میدم. کانالمو به دوستای دیگه‌تون معرفی کنید، خوشحال میشم و به امید فال دیگه‌ای در روزهای آینده. روز و شبتون بخیر.